سلام و وقت همگی بخیر. امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشین. به یک درسی از جدیدی کتاب American English 5.1 خوش آمدین. عنوان درس از Stars and Strips to be. This is the new lesson. درس جدید از to be از ستاره ها و راه ها. چرا ما راه ها میگیم؟ چون تعلق میگیره به بیرق آمریکا که از 13 نوار تشکیل شده و 50 ستاره. strips نوارها یا راه ها. In this lesson, in grammar part, we will learn about adjectives. در این درس در قسمت گرامر در مورد صفت ها میخوانیم. گرچه که ما کتاب گرامر adjective در کتاب استارتری این سلسله کتاب ها آموزش دادیم، ولی به خاطر یادآوری یک بار دیگر اینجا آورده تا بهتر متوجه شیم. بخش vocabulary colors adjectives modifier very rarely و در قسمت vocabulary رنگ ها را صفت ها را تعیین کننده یا تعدیل کننده را قسمتی که very و really است میخوانیم. و بخش pronunciation long and short vowel sound و حروف صداهای بلند و کوتاه را میخوانیم. صدای واول یا صدای صدا را ببینین. This is the first part. بخش اول است. Colors adjectives part 1. A. What color is the American flag? بیرق امریکا چه رنگ است؟ Write the missing letters و کلمات گم شده را بنویسین. ببینین اینجا رنگ ها را، حروف ها را به شکل رنگ ها برای شما نشان داده. ببینین بیرق امریکا چی است؟ It is red. ما کلمه گم شده شو پیدا میکنیم. It is red. سرخ است. White. سفید است. Blue. آبی است. بعدش complete the other colors. رنگ های دیگر را گفته تکمیل بکنیم. Black میشه سیاه. Yellow میشه زرد. Gray میشه خاکستری. Pink میشه گلابی. Orange میشه نارنجی. Brown میشه قهوه‌ای. Green میشه سبز. بعدش practice with the flags. تمرین بکنیم با بیرق ها. Ask and answer بپرسیم و پاسخ بدیم. گفته what color is it؟ چه رنگ است؟ ببینید. The first flag is belong to Brazil. It is Brazilian flag and its color is green, yellow, blue and white. The second one is Ireland. It is green, white, orange. The third one is German. It is a German flag. It is black, red, orange. And the last one is Iran. It is Iranian flag. It has the green, white and red. حالا بریم به صفحه 152 کتاب. در مورد صفت هاست بحثایی می داشته باشیم. ببینیم که مربوط به چه چیزهایی آنجا هست. خب ببینیم اینجا adjective صفت ها common adjective صفت های عام است که ما معمولا با آنها سر و کار داریم. گفته match the words and pictures 1 to 16. ارتباط بودن کلمات و تصاویر از 1 الی 16. قبل از اینکه شما این درس ها را میخوانین یا بیاین به سراغ ویدیو، پیش از پیش شما این درس ها را یک بار مرور بکنین و دیگه بهتر متوجه میشین. ما قرار نیست که تصاویرها را شماره بندی بکنیم. وقتی که ترجمه شد شما خودتان میفهمید که کدام تصویر مربوط به کدام صفت است. The first one says bad. اولیش گفته bad big بزرگ dangerous خطرناک dirty کثیف easy آسان empty خالی expensive قیمت far دور fast تیز high بلند hot داغ long طولانی یا دراز old کهنه قدیمی پیر rich پولدار strong قوی wrong غلط.
خب اینجا سی از گفتم match these adjective with their opposites in A. تکمیل بکنین این صفت ها را با متضادشان در قسمتی A. و طور مثال یکی از شما پرسان میکنم what is the opposite of fast؟ متضاد یا ضد تیز چی است؟ میگیم it is slow، آهسته است. what is the opposite of far؟ متضاد دور چی است؟ میگیم near، نزدیک. خب بیایم اینا را من دانه دانه ترجمه میکنم، بعد بهتر میفهمیم که کدام کلمه کدام صفت متضاد کدام صفت است. cheap، ارزان. آدمی خسیس هم میتونیم بگویم cheap. cheap is the opposite of expensive. متضاد ارزان قیمت است. clean، تمیز، پاک. cold، سرد. difficult، مشکل. full، پر. what is the opposite of full؟ it is empty، خالی. good، خوب. low، پایین. near، نزدیک. new، جدید. poor، غریب یا فقیر. right، درست. safe، امن. short، کوتاه. slow، آهسته. small، کوچک. weak، ضعیف. اینجا modifiers، قسمت مودیفایر. امیدوار هستم که صفات ها را به یاد داشته باشین یا یاد گرفته باشین. یعنی قسمت modifiers تعیین کننده یا تعدیل کننده یا تعریف کننده. اینجا very و really داریم. زمانی که شما ببینید اینجا گفته we often use these words before adjective، اغلب این کلمات پیش از صفت گفته استفاده میکنیم. February is very and really fast. فبروری بسیار واقعا تیز است. به طور مثال زمانی که شما میگین که کابل is far، کابل دور است، و قدر معلوم نمیشه. وقتی ما میگیم کابل is very far، کابل بسیار تیز دور است، به این معنی که حتما یک شدت گذاشتیم و یک نسبت به بسیار جای دیگه شاید دورتر باشه. یا میگیم که I am old، یا میگیم I am rich، من چیستم پولدار هستم. I am rich، من پولدار هستم. وقتی من میگم I am very very rich، به معنی که من بسیار چیستم پولدار هستم. خب پس very بسیار، really واقعا. اینجا گفته look at the things in the list، و چیزایی که در لیست است نگاه بکنین و دو صفت برای هر کدام از استفاده بکنین. شماره اول فراری، Mount Everest، کوه ایورست است. Bill Gates است. The Primes، اهرام است. Africa، your town، سودی شهر شما یا شهرکتان. به طور مثال Bill Gates هم میگم، دو صفت برای استفاده میکنم. Bill Gates is چه میگم؟ Bill Gates is a very rich person and really strong. Bill Gates یک شخص بسیار پولدار و بسیار قوی است. یا میگم Africa is very far and really dangerous. افریقا بسیار دور و واقعا خطرناک است. به همین روش بقیش هم که کار خودتان است و تکمیل میکنیم. بیاییم به let's go to page 14 again. دوباره بریم به صفحه 14. خب قسمت گرامر است. پیش از اینکه بریم به سراغ درس، یک بار صفت هم برای شما یک ذره معلومات بدم که صفت چی است و بیاییم به قسمت بعدی. خب اینجا ببینیم ما صفت در انگلیسی میگیم adjective، صفت. حالا ببینیم صفت چی است. ما میگیم اگر یادتان باشه در کتاب استارتر ما خواندیم adjective describe noun، اسم چی میکنه؟ توصیف میکنه. به طور مثال ما میگیم احمد is kind، احمد چی است؟ مهربان است. و یک تعریف دیگر هم خواندیم، گفتیم adjective gives us more information about noun. adjective معلومات زیادی را در مورد اسم میده. پس میگیم he is rich and strong person. او چی است؟ پولدار و او یک شخص پولدار و قوی است. پس من پیشتر گفتم احمد مهربان است، حالا میگم که پولدار است و چی است؟ قوی است. خب پس فهمیدیم adjective یا صفت ها اسم توصیف میکنن. و یک چیز دیگر در مورد صفت خواندیم به نام position، جایگاه. positions of adjective، جایگاه صفت ها.
خب ما صفت ها را چه استفاده میکنیم؟ before noun، پیش از اسم، after to be. پیش از اسم استفاده میکنیم بعد از to be. چطور؟ بطور مثال ما میگم که بیا اینجا یک دو مثال بدم. میگم he is good، یا میگم که the book is nice. the book is nice. بذاریم من تاب بکنم. میگم the book is good. good بگیرم. خوب ده کتاب خوب است. the book is good. و همچنان میگیم this is a good book. این یک کتاب خوب است. ببینید در جمله اول گفتیم the book is good، کتاب خوب است. صفت در کجا استفاده کردیم؟ بعد از فعل to be. بعد از چی استفاده کردیم؟ فعل to be. و گفتیم در جمله بعدی یا دوم this is a good book، صفت پیش از اسم استفاده کردیم. ببینید اینجا صفت پیش از اسم آمده. اسممان چی است؟ اسممان کتاب است. این noun است. و این چی است؟ adjective است، صفت است. اما اینجا چی است؟ is چی است؟ to be است. و این چی است؟ صفت است. پس گفتیم صفت ها را پیش از اسم و بعد از فعل to be استفاده میکنیم. خب بریم دوباره به قسمت درس کتاب ببینیم که اینجا دیگه چی داریم در این قسمت. خب اینجا گفته what are they، آنها چی هستند؟ label the pictures in the US quiz using an adjective and a noun from each circle. دو تا حلقه برای ما داده و گفته این تصاویری که اینجا میبینین اینا را لیبل بزنیم، برچسب بزنیم با استفاده از یک صفت و یک اسم. ببینید اینجا ما از adjective صفت ها را داریم و اینجا nouns اسم ها را داریم. خب بیاییم ببینیم. اولش تکمیل کرده American Airlines، خطوط هوایی امریکایی. ببینید یک شهر است، عکس یک شهر برای ما داده. ما چی میکنیم؟ میایم یک دانه صفت استفاده میکنیم با یک دانه اسم. بیایم ببینیم میگیم چی؟ نیویورک، نیو صفت نیویورک. نیویورک شده شهر نیویورک. بعدیش گفته have a nice day، روزی خوبی داشته باشی، روزی زیبایی داشته باشی. بعدش چی هست؟ میگیم fast food، غذای آماده. چی میگیم؟ the white house، خانه سفید. white house، خانه سفید. بعدش چی هست؟ میگیم high school، لیسه school. بعدش چی هست؟ میتونیم بگیم blue jeans، پتلونی آبی. بعدش میگیم yellow taxis، تاکسی های زرد. خب اینجا بی از این گفته، پس اینا رو تکمیل کنیم دیگه مشکلی نمونده. listen and check، گوش بگیریم و چک بکنیم. circle the correct rule، و همو قواعد یا قانون درست حلقه بکشین، انتخاب بکنین. گفته adjectives go before after noun، صفت کجا میره؟ گفتیم before noun، پیش از اسم. adjective don't change before a plural noun. و یک چیزی که در مورد صفت ها باید بگم که وقتی که ما با اسم های جمع استفاده میکنیم صفت ها جمع نمیشه، صفت ها با مو حالت میمانه. وقتی میگیم که good book، کتاب خوب، درست؟ وقتی ما میگیم good book، کتاب خوب، اگر این را ما جمع بکنم book 4 تا بکنم books شوه، چی میگیم؟ books. صفت ها نمیتونیم جمع بکنیم، پس همون good فقط همین کتاب های جمع هم استفاده میشه. اینجا گفته adjective change، adjective تغییر میکنه، don't change تغییر نمیکنه پیش از اسم های جمع. میگیم تغییر نمیکنه، با مو حالت ثابتش میمونه. بریم به صفحه 126 کتاب، اونجا ببینیم که چی چیز دیگه اینجا داریم. قسمت 2 از adjective صفت هاست. گفته
The White House in the US is in the US. خانه سفید در آمریکاست. Their blue jeans. آنها پتلون‌های آبی هستند. Is strong. او قوی است. It isn't easy. It isn't easy. آسان نیست. Is it American? آیا آمریکایی است؟ It's a very big city. بسیار یک شهر بزرگ است. She's really small. او واقعا کوچک است. اینجا ببینیم برای ما گفته when we use an adjective with a noun زمانی که ما صفت با یک اسم استفاده میکنیم the adjective goes before a noun. adjective پیش از اسم میرود. It is a big house. یک خانه بزرگ است. نمیتونیم بگیم که it is a house big. Adjective don't change before a plural noun. صفت ها پیش از اسمهای جمع تغییر نمیکنه یا نمیگیم جمع میشن. میگیم they are blue jeans. آنها پتلون‌های آبی هستن. نمیتونیم بگیم که they are blue jeans. که جمله ما غلط میاد. پس صفت ما گفتیم هیچگاه جمع نمیکنیم. بعدش دو we can also use adjectives without a noun after the verb be. همچنان میتونیم صفت ها را گفته بدون یک اسم بعد از فعل to be استفاده بکنیم. اینجا گفته he is strong. دیگه اسمی که نداریم ولی بعد از چی استفاده کنیم؟ بعد از فعل to be. We often use very before adjective. اغلبا very را پیش از صفت استفاده میکنیم. گفته he is very tall. بسیار دراز است. He is tall. دراز است. He isn't very tall. بسیار دراز نیست. امیدوار هستم که در اینجا صفت فهمیده باشین و دوباره بریم به سراغ درسمان. چون سریع پیش میریم. این چیزای ساده و آسان دیگه است که با اینا مشکلی نمی داشته باشین. بیاین در قسمت pronunciation long and short vowel sound است. صدای طولانی و کوتاه vowel است. Listen and repeat the words and sounds. اینجا یک صدا برای شما میگذاره. شما او را گوش میگیریم و تکرار میکنیم. As I said before, قسمی که قبلا گفتم we will use in this book 60% dairy and 40% English. در این کتاب 60% فارسی صحبت میکنیم 40% هم انگلیسی و آیسته آیسته چی میکنیم تو زبان فارسی را کم کم از بین میبریم و شروع میکنیم به انگلیسی تا شما هم راحت‌تر و بهتر متوجه شوید. خب let's go to the next part. بیاین که به بخش بعدی بریم. As it says قسمی که این میگه ما گوش میگیریم و تکرار میکنیم. ببینیم fish tree clock saw ball all boot. خب ببینید اینجا گفتم match an adjective from circle A with an adjective from circle B with the same vowel sound. ارتباط بودن یک صفت از حلقه A و یک صفت از حلقه B با صدای مشابه واولشان. write them in the chart و اینا را در چارت تکمیل بکنیم. بیاییم از اول پیدا بکنیم fish. چی میگیم؟ fish rich پولدار. بعدش big بزرگ. tree easy cheap clock small hot saw small hot بعدش hot. wrong clock wrong بعدش saw small بعدش calm ball fall new ball new
ball good good boot good. و لغات آخری که اینجا مونده ببینید اینجا blue boot blue و اینجا هم که داریم new و اینا را چک میکنین. فکر مشکل نباشه که همیناست. فکر مشکل بود باید شما صدایشان چنج بکنین. I think it's generally true. Okay, let's see what we have here. ببینیم که اینجا چی داریم. چیزی نیست. بیایم به قسمت بعدی. A says go to page 152 vocabulary bank adjectives do part 2. و صفحه 152 بریم گفته قسمت دومی صفت ها را تکمیل بکنیم. بریم به let's go to page 152. Let's do the second part. به اینکه بخش دوم انجام بدین. اینجا appearance ظاهرات است. appearance ظاهر. appearance ظاهر. به طور مثال زمانی که شما یک شخص میبینین اگر چاق است، لاغر است، بلند است، کوتاه است یا اینکه موهایش چه رنگی است، اینا را در این درس میآموزیم. It says match the opposite adjectives and the pictures. ارتباط بتن صفتهای متضاد و تصاویر. بیایم ببینیم blonde dark. blonde dark. موی طلایی و موی سیاه را چه میگیم؟ blonde and dark. This is number 2. The second one. Beautiful ugly. مقبول و زشت. It is number 5. Fat thin. fat thin. چاق لاغر. This is number 1. اما thin چون شکل informal است، فرمال ازی slim است. slim یک ذره مؤدب‌تر میاد. لاغر. old young پیر جوان. It is number 3. tall short دراز کوتاه. It is number 4. خب پس ببینید اینجا گفته positive adjectives for appearance. صفتهای مثبت برای ظاهر. گفته beautiful, good looking, pretty and attractive can all be used for women. مقبول، خوشقیافه، جذاب و زیبا. جذاب تمامش برای خانم‌ها استفاده میشه. That for man we only use good looking or attractive. اما برای مردها تنها ما از خوشقیافه و جذاب میتونیم استفاده بکنیم. پس beautiful یا pretty را برای مردها استفاده کردن نمیتونیم، زمانی که در مورد ظاهرشون صحبت میکنیم. خب دوباره بریم به صفحه 15. Let's go to page 15. Come to in here. B says working pairs. A say an adjective. B say a famous person. در جوره کار بکنیم. گفته A شخص A یک صفت میگه و شخص دوم یک شخص مشهور میگه. به طور مثال وقتی ما میگیم که short this is Jackie Chan. وقتی ما میگیم tall جلالی. و وقتی ما میگیم که ugly اشرف به همین روش. Like this. Come to the second part, the next part, reading. Actually, reading as A says, read the descriptions and look at the photos. این شرح یا این وضع بخونین و به تصاویر نگاه بکنین. Who are the two people? این دو شخص کی هستن؟ Hollywood stars ستاره‌های هالیوود است. Who are they? اونها کی هستن؟ A گفت شماره اولا ببینین از چشم آورده و بینی آورده و بالاخره برید و ماستاژ آورده. ببینین گفته he is a famous American actor. یک هنرپیشه آمریکایی مشهور است. He is tall and he is very attractive. بلند و بسیار جذاب است. He has long hair and brown eyes. او چی داره؟ موی دراز و چشمای قهوه‌ای داره. I think he is about 50. فکر میکنم حدود 50 ساله باشه یا 50 باشه. شماره دوم. She is very beautiful actress. She is a very beautiful actress. او یک هنرپیشه خانمی بسیار مقبول است. She is short and slim. او کوتاه و لاغر است.
and she has long dark hair و یک موی سیاه دراز داره. She is a Hollywood star but she isn't American. و یک ستاره هالیوود است اما امریکایی نیست. She's Spanish. اسپانیایی است. What do you think? Who is she and who is he? چی فکر میکنه؟ او خانم کی است یا او مرد کی است؟ If you know, please write it down. اگر میفهمین یا میشناسیش بنویسینش. اینجا قسمت 6 از گفته writing and speaking، بخش نوشتار و صحبت است. گفته think of a famous person from any country in the world. یک شخص مشهور از هر کشوری که در جهان است فکر بکنید. Use the jobs in the box to help you. از وظایفی که در این باکس است به خاطر کمک کردن دون استفاده بکنید. و B هم میگفته write a short description of the person. و B چی میکنه؟ در قسمت B از گفته یک توصیفی کوتاه در مورد شخص بنویسین. Give it to your partner. به پارتنرتان بدین. Can he or she guess who is it? آیا او خانم یا مرد حدس میزنه که کی است؟ Play guess the famous person. و یک بازی که به اسم حدس بزن شخص مشهور را بازی بکنه. به طور مثال من چی میگم؟ یک بازیکنی که فرض مثال اسپورتمن است. پس من میگم به طور مثال خب بگیم he is a soccer player. و یک بازیکن فوتبال است. He is short. کوتاه است. And he is attractive. و جذاب است. He is very fast. بسیار تیز است. And I think he is about 49. فکر میکنم حدود 49 سال است. Everyone knows. همگی میشناسه. His name is Macy's. یا به همین روش شما یک شخص مشهور نام میگیرین و در موردش یک چند جمله مینویسین و نامش ذکر نمیکنه و بعد دوستان میتن. دوستان بعد از اینکه میخوانن یک چند سوال از شما میکنن، بعد از میفهمن که شما در مورد چی شخصی صحبت کردین. این بود از درس 2B کتاب American English File 1. And this is the end of our lesson. و این هم از خاتمه درسمان است. خدا نگهدار.